دوستانی بسیار گرامی، همه شما را با این تالار بزرگ تاریخی، تالار به نام استاد میرزا ترسن‌زاده در اتفاق نویسندگان تاجیکستان خیر مقدم میگوییم و طور میدانید هر سال در تاجیکستان روزی 30 سپتامبر همچون روزی مولانا جشن گرفته می شود. البته برای هر تاجیک که اگر صاحب اصالت، صاحب زبان، صاحب هویت باشد، هر روز روزی مولاناست. تا زمانی که ما با زبان تاجیکی مولانا صحبت میکنیم هر روز روزی مولاناست. تا زمانی که ما از معنویت و اندیشه و حکمت و انسانیت صحبت میکنیم روزی مولاناست. تا زمانی که ما از وحدت، از بشردوستی، از همزیستی صحبت میکنیم روزی مولاناست. تا زمانی که ما عاشقیم، تازه میشویم، نو میشویم، تحول میابیم، هر روز روزی مولاناست. ولی تأسیس دادن یک روزی مخصوص برای حضرت مولانا برای این است که ما همین گونه جمع شویم، بار دیگر جایگاه و رسالت اون کس را ذکر کنیم، بار دیگر اندیشه او را دریابیم، بار دیگر خود را در آینه اونا بزرگا بینیم و خود را تازه کنیم، سازیم و برای برآمدن به همون نردبان آسمان که مولانا برای ما گذاشته است تمرین کنیم، تیار شویم. و امروز اتفاق نویسندگان تاجیکستان یک استاد عزیز نروید اونجا بشید، اونجا بشید، نه مگر که همه خیزن بشید. استاد اورانفر از اون برای آمو خب دوستان عزیز، امروز اتفاق نویسندگان این محفل را تشکیل کرده است تا بار دیگر همین گونه در اطراف مولانا آثاری و مفهومای بلندی که او برای ما یاد داد متحد شویم و همین وحدتی وجودی، وحدتی ملی، وحدتی فرهنگی و هویتی خود را بار دیگر استوار سازیم. و من خیلی خوشحالم که در این تالار چهره‌های سرشناسی فرهنگ، علم، ادبیاتی ملت خود را میبینیم و همچنین مهمانان را که از تمام حوزه مولانا، حوزه تمدنی مولانا آمده است میبینیم. و من حالا در قسمت بعدی ماهیت برنامه خود را میگیم که ما امروز هم تحلیل های کوتاه در باب مولانا داریم، هم قرائت شعر از آثار بزرگ مولانا داریم، هم مطربان خوب، استادان صنعت کشور از آثار مولانا برای شما میخوانم. و من بار دیگر همه شما را خیر مقدم میگم. من فکر میکنم که همون گونه که شما در تالار هستید، از بس که ملت ما اینقدر بزرگان دارد، من نام به نام نمیگویم، شما حساب کنید که همه شما نوری چشم ما. ولی من فکر میکنم در کنار همه ما در این تالار امروز خود مولانا هم هست، در دیده های شما، در چشم های روشن شما، در دل های پر از عشق و احساس شما، در روحی پر از معنویت ما و شما، مولانا امروز در این تالار هست. برای اینکه ما یک آغاز بسیار زیبای در همین بزم خود داشته باشیم، ما بسیار خواهش کردیم که استادی بزرگ صنعت، فرهنگ سالاری همه ما، استاد عبادالله مشرف، با همون سرود زیبای مقدمه مثنوی بشنو از نی چون حکایت میکنند این بزم را آغاز کنند تا که ما همون بسم الله مثنوی را اول داشته باشیم تا بعدا غرقی این برنامه و آثار و گفتار و افکاری مولانای بزرگ شویم. بفرمایید استاد عزیز. باش آزاد پسر، چند باشی بندی سیم و بندی زر، چند باش
باشی بند سیم و بند زر گر بیرزی بحر را در کوزه چند غنجد قسمتی یک روزه چند غنجد قسمتی یک روزه کوزه‌ای چشمی حریصان پر نشد تا صدف خانه نشد پر دور نشد کوزه‌ای چشمی حریصان پر نشد تا صدف خانه نشد پر دور نشد زندگی آمد برای بندگی زندگی به بندگی شرمندگی زندگی به بندگی شرمندگی میشه